وقتی میبینی چرایی‌ها را وطن را اینقدر مقبول جور میکنن چی احساس میکنی؟ میشه احساس برای مردم ما بگی. ماشاءالله ډیر ښایسته جوړ دی. احساس هم دا احساس ته چې انشاءالله په مخ روان د وطن ارامي وشتل خدای ناراضي. برادر جان چرایارم جور کنن خدا واس بتونه که چرایا مقبول جور شوه خب مهم مقبول شونه مو است که مردم گشنه است که نان بتونه مو مقبول است برادر. والا از فضای بسیار خوشم آمد. گفتم من اینجا اومدم یک چکر گفتم اینجا گرد دور بزنیم دیگه ان شاء الله ماشاءالله بسیار خوب جای لطف. ماشاءالله والا ډیر خسته ځای ده ډیر خسته چرایي ده. په ټولو کې په دشنه چمن کې هغه جمله بیا ډیره قیمتي جمله ده چې استقلال لیکلی دی. استقلال عکس نگرفتم. از این لوحه استقلال خوشت آمده؟ بسیار خوشم آمد. به خاطر که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داشته باشه از این خاطر آمدیم. واقعا بنام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشید. به یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. ما امروز دوستا به چهارراهی پروان دوم آمدیم و اینجا از طرف مسئولینش خیلی مقبول و زیبا دیکور دیزاین شده است و بیشتر از هموطنان ما اومدن اینجا تا عکس یادگاری با بگیرن و از فضا اینجا هم دیدن بکنن. ما هم اینجا آمدیم امروز تا یک گزارش خیلی مقبول را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم و اینجا هم چند نفر از دوستا هستن فکر میکنم میخوان که عکس یادگاری بگیرن. میریم با نام صحبت میکنیم و نظری از اونها را هم در مورد از این چهارراهی میشنویم. ما را همراهی کنین دوستا. سلام قاری صاحب، خوب هستین؟ سلام جان است، بخیر هستین؟ تشکر، سلامت باشین. چطور هستین؟ شما خوب هستین؟ الحمدلله. بس اون دونه ورسیاد خلاص شو. بخیر باشین. نام مقبول چی است؟ اسم شیده؟ بهادر جان. وقتی آمدی چهارراهی را دیدی قدر مقبول و زیبا جور شده است چی احساس کردی؟ میشه کمی در مورد همین چهارراهی بگی بر دوستا، احساست را بگی بر دوستا. ماشاءالله والا ډیر خسته ځای ده ډیر خسته چرایي ده. په ټولو کې په دشنه چمن کې هغه جمله بیا ډیره قیمتي جمله ده چې استقلال لیکلی دی. استقلال نو یو خو د ښایستهوالی دغه شین ځي او د ښایسته چرایي او بل د استقلال ازادي خپلواکي نو ډېر د خوشحالۍ احساس سره نه کېږي. بیخي دومره د خوشحالۍ احساس کېږي چې یعنې هره ورځ د اختر ورځ ده. نو الحمدلله دغه ډېر شکر دی چې د استقلال دی او د خپل ملک د خپله جوړوو او دومره ښایسته جوړېږي نو په دې ډېر شکر ده. خب بسیار خوب. یگان عکس هم گرفتی دیگه همراه چهارراهی؟ عکسونه هم اخلي؟ او عکسونه هم واخیسته ډېر عکسونه هم واخیسته ډېر ښه عکسونه هم واخیسته فیسبوک ته ورکوو سپو ته ورکوو. نو دا مونږ کوم سفرونه چې دي په دوبۍ کې دي په ترکیه کې دي په نورو ځایونو کې دي هغوی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي ډېر خوشحالي کوي د تاثیرو ته چې ماشاءالله دوی ډېر خوشحالي کوي ده نو هغوی دپاره یې اخلو عکسونه هغوی ته یې ورلیږو. بسیار خوب. به اونا روان میکنی دیگه نظر از اونا را میخوای پس اونا را هم بخوای وطن چطور؟ څنګه؟ گفتم دوباره میخوای که دوستایت بیان برگردن به وطن بیاین از دوبۍ اینا؟ هغوی ډېر کوشش کوي چې اوس مونږ زر در شو دلته. بخیر سلامت باشی. امیدوار هستم بیشتر لذت ببری از فضای از اینجا. خیر است، کامیاب است. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. خب دوستان اثری دوست را شنیدیم میگن بسیار مقبول جور کرده و یگانه چیزی که اینجا خوششان آمد همین لوحه استقلال هست که میگه بسیار ارزش داره پیششان. بیاین با دوستای دیگه هم که اینجا هستن صحبت‌هایی داشته باشیم نظریات از اونها هم بشنویم در مورد این چهارراهی. خوب هستی؟ علیکم خوب هستی بخیر جنت. تشکر، سلامت باشی. نیک روزا سر تاثیر که در رقم به انرژی گپ میزنی؟ حالا صبح خامخان لگ سرگردان گرد را گرد خاطر دیگه ونده. نامک مقبول چی است؟ نامک انار محمد. علام محمد جان چی مصروفیت داری؟ مصروفیت خو غریب کاری میکنی. غریب کاری میکنی. خود زیاد حتما طرف میگردی سر روزا هم تاثیر کرده. کل جا در کل بازار میگشتیم. بیشتر دیدیم آمدی خودت چهارراهی را میدینی این نمای بسیار مقبوله برای جور کردن. وقتی میبینی چهارراهی‌ها را وطن را اینقدر مقبول جور میکنن چی احساس میکنی؟ میشه احساس برای مردم ما بگی؟
احساس خودمون در احساس ماشاءالله ډیر خسته جوړ شوی اکثر چرایان مونږ چې ګورو ډیر خسته جوړ شوی دي کنه مقصد دانه باغ چرای دمدا چرای د څو نور چرایان دي ماشاءالله ډیر خسته جوړ دي احساس هم د احساس ته چې ان شاء الله په مخ روان د وطن آرامي وشتل خدای ناراضي با خیر و سلامت باشی. چرای دیگر هم درفتن دیدی حتما دیگر. به یو دانه باغ چرای ده مثلا وزیر اکبر خان چرای ده. دا زیاتر چرای چې دانه جوړ شوی دم ټول لیدل دي. خوشت آمده حتما. بخیر زیاد. یادگاری مبروشن گرفتی؟ بر دوستا که در وطن از روان میگینی حتما میگی سعی کابل چقدر مقبول جوړ. ټول ته لګو ولا ماشاءالله ټول ته لګو هغه وای خوشاله دي په دې باندې ماشاءالله وطن ترقی کړی دی. بسیار خوب بسیار خوب. از همین چهارراهی که دیدی گفتی دانه باغ چند چهارراهی دیگر دیدی کدامش بسیار خوشت آمده؟ بسیار خوشم که برآمده از دانه باغ خوش آمده. اوازی چرا خیلی خوشم آمده. اما وزیر اکبر خان مقبول جور شده. بسیار خوب بسیار خوب. این چهارراهی خوبیش اینه از فضای سبزش بسیار زیاد است. نمیشه بیا آدم بشینه لذت ببره از این فضا. از همین زیاد خوشت آمده. به دې خاطر باندې فضای غټه ده کنه هر سړی کې نستای مجلس او د حساب کتاب خو برابرۍ نور چرایان چې د محفل جای نه لري په خاطر د دې د او چهارراهی دیگه باز جای ششتن نداره خورده است. بخیر سلامت باشی. اگر کدام پیامی داری بر دوستا کاملا در خدمت است. بس مننه ټول وطندارانو ته سلام ورسوم مننه. سلام چطور هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر خدا از خودت خوب هستی بخیر هستی؟ بخیر و سلامت باشی. نامت چی است؟ نام ما باز محمد است. خو باز محمد جان چی مصروفیت داری؟ والله برادر کاروبار نیست یا نقش مچگری میکنیم صوبکی کسخانه و مادام برادر یک دایی بیان دمیجی ماست یک دایی ما پیدا کردیم خو 18 نفر د خانه داریم امی هر تجار امی هر برادر میگم برادر جان امی 18 نفر که دار پا باشه یک چی رقم زندگی باشه صبح که ما از خانه آمدیم امی وشتکای ما شو نان هم نخورده دگه بیچارگان در زمین وطن است دمی ملک است ایت بیچارگا است که شو گشنه خو میکنه امی شو بود شو بارش بود برادر خوب بسیار بارش بوده که اکثر مسلمانان نداشت که در خانه اول خودم برادر 18 نفر آفتانان دین روز ما پیدا کردیم امروز دار پا پیدا کردیم امی هر تجار میتونه امی هر مسلمان میتونه برادر که اوالی ما رو بگیره اوالی دگه مردمان بگیره آنمی تلویزیون که میکنه برادر یا یک پیشنهاد که ما نمیته بیچاره هستیم هر کدامش برادر جان که کمک میتونه آن خدمی بیچارگاه بلیاز خدا کمک کنه که کمک نکنه امی منطقه که هست کمک نکنه گپا بسیار خراب میشه از گوشتکا هست یا کلان هم گوشتم خو میتونه یا گوشتک که گیران کنه بسیار از کلان دلش درد میکنه برادر ما میخوایم که هر مسلمان که کمک میتونه که زکات داره که سرسایه داره که تجار است که پیسه داره هر چی که داره برادر مردم بیچاره کلش بت برادر. السلام علیکم و رحمت الله که سلام بر کلی مردم برسه. بخیر و سلامت باشید. تشکر. درد دلت شنیدن تجارای ما مردم ما ان شاء الله برات کمک میکنن. کجا میباشی خودت اگر بخوای کسی برات کمک کنه کجا پیدا کنی؟ ما خودم برادر جان انا 40 متر هستم دا 40 متر طرف کرغه کی میره انا من جد 40 متر هستم برادر باز محمد نام ما است برادر میخوای که لمبر تلفن خوره بتوم د لمبر هر کدام که زنگ زده میتونه د 18 نفر د خونه هستیم برادر امیت د مردم منطقه خود ما دگه مردم بیچاره از برادر جان میتونن که برادر خدیم مردم کمک کنن. بخیر باشین حتما باز ما شماره تا میگیریم کس اگر خواست با همکاری میکنیم. همینجا خودت میباشید ای چهارراهی هم فکر میکنم والله صبحی از همون 40 متر که د پا حرکت کردم که انترمیج اگر آمدم با خدا شما باور بکنید شکر الحمدلله کلش مسلمان هستیم یک دایی امروز ما دستلاب کردیم یک دایی یعنی میدار پر ما کرایه رو بدیم که در خود 40 متر بلا در کرایه شاید 40 متر پیاده میریم برادر من نانم ما وشتکا خو میخواه که پدر جان رفته یک نان میاره یک دگه چیز میاره برادر شوی پنجشنبه است شوی جمعه است یک دانه نان ما تر وسط نیافتیم برادر ما چی کنیم خدمه باید کمک بشه. خب یا خیر باشه دوستا در دلت شنیدن ان شاء الله که کمک میکنن. خودت وقتی آمدی میشه کمی در مورد این چهارراهی بر دوستا بگوی وقتی دیدی وطن را اینقدر مقبول جور میکنن چهارراهی را اینقدر مقبول جور کردن خودت چی احساس کردی؟ ما برادر جان چهارراهی هم جور کنن خدا واس بتونه که چهارراهی مقبول جور شوه خب مهم مقبول شونه مو است که مردم گشنه است که نان بتونه مو مقبول است برادر یا گشتک از زمین نمیفهمه برادر جان که نان است یا نه است
گریان هم میکنه، در سر پدر خو هم گریان میکنه، در سر مادر خو گریان هم میکنه برادر. یعنی حال ما میخواهیم که برادر کل دنیا را هم جور کنن. خوش هستیم که یک سبزکاری هم باشه، خوش باشه برادر، خوب سرکا آباد باشه برادر. ما خوش هستیم، مگر کلش از کلش بهترین، یعنی می بهترین از برادر که مردم گشنه است، که مردم برادر جان یک لقمه نان برش پیدا شه. یعنی هم در فکر آبادی وطن باشه، هم در فکر مردم باشه، که هم در مردم فکرش باشه، هم زباتی و مردم وطن هم باشه. ما پیش امارت هم خوشحال هستیم برادر. هر کس که هست برادر جان نمینج برادر ما است. امارت هم ما خوشحال هستیم که نه دو زالی است برادر، نه دیگه مسلمان کسی تکلیف میده، نه بیچاره کسی تکلیف میده. 100 سالمی بچی باشم ما خوش هستیم برادر. منگاه یک گپ است که برادر مردم یک ذره گشنه شده، یک توجه بر مردم بکنه. بخیر سلامت باشید. تشکر از خدا. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. سلام، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین شما؟ تشکر. سلامت باشی. اول میشه نامت بر دوستا بگو. عبدالباسط هستم. عبدالباسط جان، آمدی امروز دیگه چهارراه رو ببینی، چطور؟ آمدم والا چهارراه را بسیار خوب ماشاءالله زیبا جور کرده است دیگه. دیگه خوب است ماشاءالله، می سرسبز شه وطن ما، وطن جور باشه دیگه ان شاء الله. خوب است دیگه جور شه. چقدر خوشت آمد از فضای زمین؟ والا از فضای بسیار خوشم آمد. گفتم من اینجا آمدم یک چکر گفتم اینجا گرد دور بزنیم دیگه ان شاء الله. ماشاءالله بسیار خوب جای لوکس جور شده. امروز دوست تمت نرمک میامدی قسم میکردی درباره چهارراه قصه داشتی، نه درباره چیز دیگه بود؟ درباره چهارراه قصه داشتیم. مالای کامرا را که دیدیم گفتم شاید اگه مکواس باشه. گفتم یک چند قطعه عکس بگیریم این چهارراه زیبا مقبول. بله خیر است، عکس هم برات میگیریم، چی مشکل است؟ مشکل نیست ان شاء الله. گپ خوب است. فایده شد اگه عکاس می بود پول میگیریم، ما بر رایگان عکس میگیریم. مشکل نیست. خیر ببین. تشکر بسیار. یا دوست داری دیگه دامو جای عکس بگیری، باز عکس چی میکنی خدا؟ عکس والا چی بگیریم مردم میگیره یادگاری بهمون یک جای. دوستای توان میکنی که اینا چقدر مقبول جور کرده. من ان شاء الله برای دوستا روان میکنیم که با کابل ان شاء الله پیشرفت چه روان است. بسیار جای خوب است که وطن ما شما پیشرفت نکنه ان شاء الله. بسیار خوب. زمانی که میبینی خودت نمت چهارراه را، تنها چهارراه نه چهارراه دیگر هم بسیار مقبول جور کرده. ماشیم دیدی خودت یا نه دیگه چهارراه را؟ دیدیم چهارراه را دیدیم دیگه. کورای زمین دیدیم بسیار لوکس جور شده است ان شاء الله. میبینی میره که اینقدر مقبول جور میکنن، کار میکنن، سرسی مسئولین کار میکنن، خدمت میکنن، چی احساس میگینی خودت میشه بگی؟ والا بسیار احساس خوب میکنم که ان شاء الله دیگه وطن ما جور شده است روان است. دیگه وطن جور میشه. والا احساس خوب داریم ما. بسیار خوب بسیار خوب. کدام پیام حرف گفتنی اگر داشته باشی برای مردم کم بده؟ برای مردم ان شاء الله رقم پیام داریم که همه با دست به هم بدهیم که کشور ما جور شه، افغانستان دیگه با هم متحد باشیم. یعنی ما هم مسئولیت داریم دیگه در قبال از اینا. حتما چرا نه، تمام ما و همه مسلمانان مسئولیت داره در کشور وطن خود که وطن خود جور شه ان شاء الله. یا مسئولیت همه ماست. بخیر سلامت باشین. تشکر. بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ صحت خوب است؟ تشکر. سلامت باشین. نام مقبول چی است؟ اسم ما عبدالسبحان است. عبدالسبحان جان، امروز دوست آمدی فکر میکنم عکس می‌خواستی بگیری. بله، همینجا اومدم چی بیرق خوشم آمد، از خاطر از این بیرق عکس میگرفتم. از این لوحه استقلال خوشت آمد؟ بسیار خوشم آمد به خاطر که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داشتیم میشه، از این خاطر آمدیم. واقعا. امروز روز اول است اینجا آمدی؟ روز اول از بله خودم هستم، از دیسبز آمدیم. خب بسیار من از دیسبز به خاطر اشاره آمدی اینجا. از دیسبز آمدیم به خاطر از اینجا. خب بسیار خوب. چطور خبر شدی که جره قدر مقبول جور کردن؟ اما تو اینجا خانه خیشایم بود، از خاطر انجوالا دوستا اینجا آمدیم، به خاطر کمی سرسبزیش خوشم آمد اینجا آمدیم. حتما اون رفیق تو ماکس گرفته برات روان کرده که اینا ببین چقدر مقبول جور کردن چاره پیش. حتما همیگه پسا می خاطر از می دوستم اینجا آمدیم، گفت بیا که اینجا سرسبزی بسیار خوب جاست، اینجا آمدیم. خب بسیار خوب. وقتی آمدی طرف دیدی چهارراه قدر مقبول جور کردن شهر کابل، نه چی احساس کردی؟ میشه نظرت را احساس را برای مردم موروی؟ ما بسیار خوش شدم از اینکه جور کرده. بسیار از این شهروالی هم بسیار یک تشکری میکنیم به خاطر خوب جای جور کرده، خوب سرسبزی جور کرده. با میکاس همین هر چقدر سرسبز باشه اما با شما هم تو روح ما شاد می باشه. بسیار خوب. طرف دیسبز هم بازم جای مقبول است یا نه؟ بله خوب است. از چقدر مقبول تر است اون طرف؟ خوب است دیگه. دیسبز است هم سرسبز است. به خاطر نامش سبز ماندن حتما بسیار سرسبز است. بخیر سلامت باش. اگر کدام پیام حرفی گفتنی داشته باشی که در خدمت است. نه زنده باشید. تشکر از شما بیادر. خوش شدیم از دیدارتون بیادر. بخیر سلامت باشید. تشکر است. بخیر باشین، زنده باشین. خب دوستان عزیز، آمدیم به چهارراهی و نظر بیشتر دوستا را پرسان کردیم و بیشتر دوستا بسیار خوش شدن از اینکه دیدن اینقدر فضای سبز هست، میاین لذت میبرن از این فضا. این بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما هم چنل یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب کنین
و اگر کدام پیشنهاد انتقاد یا نظریه هم دارین میتونین که پای کامنت برام بنویسید. تا برنامه بعد که بازم در خدمتتان قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.